او جوان فقیر بود که به عنوان فروشنده در کوچه ها می گشت و کالاهایش را می فروخت. اما طرف دیگر داستان زنی بود بدکاره که از انجام حرام هیچ ابایی نداشت و گویا دام شیطان بود برای شکار مردان. روزی جوان فقیر ما از کنار خانه آن زن می گذشت. زن در را نیمه باز کرد و او را صدا زد و درباره قیمت جنسی از او پرسید و از وی خواست داخل خانه بیاید تا کالاهای او را ببیند. اما همین که جوان وارد خانه او شد، در را بست و او را به انجام کار حرام فراخواند. اما جوان گفت پناه بر الله و هنگامی را به یاد آورد که لذت‌ها رفته‌اند و حسرت‌ها باقی مانده‌اند. روزی را که اعضای بدنش که از حرام لذت برده‌اند علیه او شهادت می‌دهند. پایش که به آن به سمت زنا رفته است، دستش که به آن لمس کرده، زبانش که به آن سخن گفته و بلکه همه ذرات وجودش و همه موهای بدنش. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. گرمای آتش جهنم را به یاد آورد و عذاب الهی را. روزی را که زانیان در آتش آویزان می شوند و با شلاق‌های آهنین آنان را می زنند و هرگاه یکی از آنان ناله کرد و فریاد رس خواست، ملائکه به او می گویند کجا بود این داد و فریاد آن وقت که می خندیدی و تفریح می کردی و خوش بودی و الله را در نظر نمی گرفتی و از او حیا نمی کردی. این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را به یاد آورد که فرمود ای امت محمد، به الله سوگند کسی از خداوند با غیرت تر نیست که بنده‌اش یا کنیزش زنا کند. ای امت محمد، اگر آنچه را که من میدانم میدانستید، بیشک کم میخندیدید و بسیار میگریستید. رویای پیامبر صلی الله علیه و سلم را به یاد آورد که در خواب زنان و مردان برهنه را در جای تنگ مانند تنور دیده بود که پایین آن باز بود و بالایش تنگ و آنان فریاد میکشیدند و داد میزدند و آتش از پایین آنها روشن میشد. با شعله‌ور شدن آن آتش از شدت گرما فریاد میزدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید اینان چه کسانی هستند ای جبریل؟ و جبریل در پاسخ گفت اینان مردان و زنان زناکارند و این عذاب آنها در روز قیامت است و عذاب آخرت بدتر و ماندگارتر است. از الله بخشش و عافیت خواهانیم. نفسش به او گفت زنا کن و توبه کن، اما در پاسخ نفس خود گفت اعوذ بالله، چگونه صدر پروردگارم را زیر پا بگذارم؟ چه طور به زن نگاه کنم که برایم حلال نیست در حالی که الله از بالای سر ما را می بیند؟ چه طور ممکن است که خود را از بندگان الله پنهان کنیم و در برابر الله گناه کنیم؟ پس به فکر راه فرار افتاد و بعد در نگریست. اما آن زن فاجره گفت به الله سوگند اگر کاری را که میخواهم انجام ندهی فریاد میزنم و مردم خواهند آمد و خواهم گفت این جوان قصد داشت در خانه‌ام و من حمله کند. در آن صورت چیزی جز اعدام یا زندان در انتظارت نخواهد بود. آن جوان پاک دامن از ترس به خود میلرزید. او را از الله ترساند، اما آن زن پند نگرفت. هنگامی که چنین دید به فکر حیله افتاد
که از دستش خلاص شود. گفت دستشویی کجاست؟ دستشویی را با او نشان داد. هنگامی که وارد دستشویی شد نگاهی به دریچه آن انداخت، اما دید نمیتواند از آن بگریزد. بنابراین فکر دیگری کرد. به سوی صندوقی که نجاسات در آن جمع می شد رفت و مقداری از آن را برداشت و بر لباس و دستان و بدن خود کشید. سپس به نزد زن رفت. زن تا او را دید فریادی کشید و کالایش را به سوی او انداخت و از خانه بیرونش کرد. جوان که در کوچه می رفت و کودکان پشت سر او می دویدند و می گفتند دیوانه دیوانه، تا آنکه به خانه رسید و به حمام رفت و خودش را شست. از آن به بعد همیشه از وی بوی عطر می آمد. پایان داستان.